یک منبع آگاه پایگاه خبری بامداد روز 11 ایول سال 2023 خبر داد که دلشاد سید مرادوف، کارمند سابق مقامات حفظ حقوق تاجیکستان و سرکرده گروه آدمربایی که معاون اول رئیس آریان بانک صورت اسمت اللهیف را ربوده کشتند و چندی از شریکان او از تاجیکستان فرار کردند و در روسیه یا اوکراین در یکی از پایگاه‌ها یا بازهای شرکت خصوصی حربی چویکا واگنر پناه بردند و گفته همسوبتان بامداد کارمندان پلیس روسیه برای تفتیش به منزل پدر عروس دلشاد کراسافچک در کنار مسکو آمدند ولی خود او را پیدا نکردند. همسر دوم او به پلیس روسیه گفته است که دلشاد سید مرادوف آنها را از دوشنبه به اینجا آورد و خودش رفت و آنها نمیدونند که او به کجا رفته است. اما منبع بامداد میگوید که از دلشاد کراسافچک و شریکانش را باید در بازهای چویکا واگنر جستجو کنند. این در حالی است که چویکا واگنر یک گروه پرنفوذ و خودسر است که در صفحه خود هزاران محبوس سابق را متهم و مسلح کرده است، ولی مقامات حفظ حقوق روسیه به افراد واگنر و پایگاه‌های آن عملا دسترسی ندارند. منبع بامداد میگوید اکثر اعضای گروه متشکل جنایتی تحت رهبری دلشاد کراسافچک تا ربودن صورت اسمت اللهیف در صف چویکا واگنر در اوکراین می جنگیدند. ربودن معاون رئیس آریان بانک نیز شام 23 ایون سال 2023 در ساعت‌های صورت گرفت که مالک واگنر ایوگنی پریگوژن در روسیه دست به آشوب مسلحانه زده بود. سید مرادوف هممسلکان خود را هنگام در چویکا واگنر خدمت کردنش از بین تاجیک‌های جمع آورده بود که برای پول کار کردن یا گرفتن شهروندی روسیه و یا با وعده عفو و آزادی از محبس‌های روسیه به این شرکت حربی پیوستند. نقشه ربودن اسمت اللهیف را نیز آنها هنگام در صف چویکا واگنر بودنشان کشیده به دوشنبه فقط برای آن آمده بودند که کار را انجام داده پول مال این بانکدار را به دست بیارند و باز به روسیه برگشته در پایگاه‌های چویکا واگنر پنهان شوند. بنا به اطلاع داستانی کل تاجیکستان گروه متشکل جنایتی دلشاد سید مرادوف نقشه ربودن اسمت اللهیف را هنوز ماه مارس سال 2022 کشیده بود. به اطلاع داستانی این دسته بیش از 10 نفر را در بر می‌گرفت که از این شمار 5 نفر دستگیر شده بقیه فرار کردند. از جمله روز 24 ایون بلافاصله بعد با شکنجه کشتن صورت اسمت اللهیف در دهه شاداب جماعت چهارباغ نویه ورزاب دلشاد سید مرادوف و اکبر احمدوف به مسکو و شاروخ خوجایف به ترکیه پرواز کردند. هفته‌نامه SSR خبر داد که سید مرادوف از فرودگاه دوشنبه توسط تالار سیب به روسیه پرواز کرده است. منابع دیگر میگویند که او همراه همسر دویمش پرواز کرده فرزندانش را همراه دویشان هنوز یک روز قبل یعنی پیش از ربودن معاون رئیس آریان بانک به روسیه فرستاده بود. رستم اشورف نفر چهارمی که مستقیما در ربودن اسمت اللهیف از نزد خانه‌اش دست داشت روز 25 ایون به ترکیه و روز 3 ایون از آنجا با قصد رسیدن تا به یگان کشور اتحادیه اروپا به مالدو فرار کرد، ولی در فرودگاه کشینیوف 2 افسر مالدوان را کشت و خودش نیز 10 تیر خورده شام 3 ایول به هوش نیامده جان داد. مالدو جسد او را به یکی از خویشاوندانش سپرد و روز 9 ایول جسد اشورف را برای دفن به تاجیکستان آوردند. در همین حال جستجوی جسد صورت اسمت اللهیف در دریای زرافشان همچنان ادامه دارد. صورت اسمت اللهیف که 49 سال داشت در گذشته رهبر شرکت پولفرستی وسترن یونیون در تاجیکستان بود. چند سال آخر معاون اول رئیس آریان بانک و عملا دست راست رئیس این بانک حسن اسدالله زاده بود. بنا به اطلاع تفتیشات جسد اسمت اللهیف را آدمربایان همراه ماشین خوندای سناتا در کیلومتر 130 شورای دوشنبه خوجند به دریای زرافشان پرداختند.